مجلس نمایندگان تاجیکستان بررسی طرح تجدید ساختار شرکت برق تاجیک و عرصه انرژتیکی کشور را آغاز کرد. انتظار می رود این شرکت به سه بخش تقسیم شده تلفات نیروی برق از حدود 25% فعلی تا به 10% کاهش داده شود. وکیلان مجلس نمایندگان روز 30 مارس به محاکمه پارلمانی دعوت شدند که در آن مقامات نهادهای انرژتیکی کشور نیز حضور داشتند. از مرکز مطبوعات پالاتای پایانی پارلمان بر رادیو آزادی گفتند وکیلان در این جلسه موضوع ادامه اجرای طرح 122 میلیون دلاری بانک آسیایی رشد برای تجدید بخش انرژی کشور را بررسی کردند. صدرالدین شریپوف رئیس کمیته انرژتیکی مجلس نمایندگان بر رادیو آزادی گفت اجرای مرحله اول این برنامه سال 2011 شروع شده. در این مدت در دایره آن چند طرح انتقال نیروی برق در منطقه‌های مختلف تاجیکستان و بازسازی نیروگاه‌های کشور انجام شده است. اما با گفته او مرحله فعلی به تجدید ساختار شرکت برق تاجیک مربوط می باشد. با اطلاع صدرالدین شریپوف فعلا در برابر تجدید ساختار شرکت برق تاجیک از نوسازی مرکزهای تقسیمات نیروی برق ادامه دارد که در نهایت به کاهش تلفات نیروی برق سبب می شود. ضمناً موضوع تلفات نیروی برق در تاجیکستان در چند سال اخیر از موضوع داغ به شمار می رود. سال 2017 شرکت برق تاجیک خبر داد که در شهر خوجند ولایت سوخت نظام پرداخت به اصطلاح بیلینگ نیروی برق استفاده شده را راه اندازی کرد و از 100 ناظر برق در این شهر تنها 5 نفر در وظیفه‌های خود باقی ماندند. بهرام سیراجوف رئیس سابق شرکت برق تاجیک روز 31 مارس در شرح موضوع گفت تنها تجدید ساختار شرکت انرژتیکی نمیتواند راه حل مشکل تلفات نیروی برق باشد. او باور دارد که بدون برکنار کردن ناظران برق در کشور دزدی نیروی برق خاتمه نخواهد یافت. در همین حال مقامات تاجیک میگویند قرض به بازگشت 122 میلیون دلاری بانک آسیایی رشد برای تجدید نظام انرژی تاجیکستان تنها با سازی مرکزهای انتقال نیروی برق و تجدید ساختار شرکت برق تاجیک را در نظر دارد. اما با استفاده از این مبلغ برخی از ناحیه‌های تابع مرکز تاجیکستان و ولایت ختلان به نظام بیلینگی پرداخت قیمت نیروی برق استفاده شده خواهند گذشت. برای گزارش کلیه مشتریان نیروی برق در تاجیکستان به سیستم بیلینگی فرصت و سرمایه‌گذاری بیشتر ضرور است. چون این مبلغ را شرکت برق تاجیک و حکومت تاجیکستان فعلا در اختیار ندارد.